سلام خدمتی داداشی ها آبادیایی عزیزم. امیدوارم از اپیزودی قبلی لذت برده باشین. نه اصلا نبردیم. از شما من نپرسیدم. میدونین یکی از خاص‌ترین تاریخی ترین جاهایی از کجاست؟ میدونی امیر چخماق است. این مجموعه جذاب توی قرن 15 میلادی زمانی تیموریا ساخته شده. یعنی همون دوره‌ای که هنر و معماری تو ایران به اوج خودش رسیده بود. آره اوج خودش؟ آره اوج خودش بود اسخره. سازندشا کسی نبوده است جز امیر جلال الدین چخماق، حاکمی از اون زمانا. دادا میدونستین اینجا یه جای چند منظوره بوده؟ مسجدا، بازارا، محلی جمع شدنی مردما، خیلی چیزای دیگه. یعنی هر وقت بهش نگاه میکنین انگار دارین یه تیکه از زندگی قدیمی یزدا میبینین. مناره های بلندش، کاشیکاری های ظریفش و معماری متقارنش همه نشونه هنری ایرانی است. هر جای پای ایرانی وسط سال همه جا گلست. ستی فاطمه یه زنی تاثیرگذار و قوی بود که تو ساختی بناهای مهمی است مثل آبنبارا این مجموعه نقش بزرگی داشت. چقدر بزرگ؟ خیلی نقشش بزرگ و چشمگیر بود. آره حتی یه آرامگاه ساده ولی زیبا برای ساختن که الان آرامگاه ستی فاطمه نام داره و تو شمال همین میدون است. این روز اگه گذرتون به یزد بیفته که ایشا خان عدی خیلی زیاد گذرش بر همه جا میفته، میدونی امیر چخماق فقط یه اثر تاریخی نیست بلکه یه نشونه از تاریخ، فرهنگ و زندگی مردمیه که اینجا سالها پیش زندگی کنه. حتما ببینیدش. آبادی